به نام ایران، برای ایران، آتش. کیست که نداند مردان بزرگ از درون کاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند. انتقام از خراب کننده. ندایی از درونم می گفت برخیز، ایران تو را فرا می خواند و من برخاستم. همگی می دانید دیگر عمری برای من باقی نمانده و تا کنون جانشینی برای این امپراتوری انتخاب نکردم. کشور در وضعیت خوبی است و من 2 فرزند مناسب برای حکمرانی بر ایران دارم. یکی حسین میرزا که انسان آرامی است و به نظرم موجب آرامش کشور می شود و دیگری عباس میرزا که تشنه موفقیت است و ممکن است مرزهای ایران را گسترش دهد. حال انتخاب با شماست. هر کدام را انتخاب می کنید برای من مشکلی نیست. امیدواریم سلطان عمر درازی داشته باشند. به نظر ما شاهزاده حسین میرزا به جهت اینکه انسان مذهبی و خداترسی است مناسب این جایگاه می باشد. البته شاهزاده عباس میرزا نیز فرد لایقی است، اما شاهزاده حسین میرزا برای این پادشاهی مناسب تر است. در سال 1694 میلادی شاهزاده حسین میرزا پادشاه کشور ایران شد و با آغاز سلطنت او انحطاط ایران ادامه یافت و روز به روز بدتر میشد. یکی از دلایل ضعیف شدن حکومت صفویان دستور شاه عباس بزرگ مبنی بر تربیت شدن شاهزادگان در حرم و در کنار خواجه ها بود که باعث شد آن قدرتی که باید یک شاهزاده مقتدر داشته باشد را نداشته باشند. دیگر دلیل زوال حکومت صفویان عدم رسیدگی به ارتش و همچنین تربیت سربازان جدید برای ارتش بود. اما کمی از شخصیت سلطان حسین بگوییم. سلطان حسین شخصی راحت طلب و مهربان بود. او ورزش نمی کرد و حتی در موقع جلوس به سلطنت قادر به سوار شدن بر اسب نبود. او به قدری مذهبی بود که در جوانی شراب نمی نوشید و به او لقب ملا حسین داده بودند. اما رفته رفته بر ضعف او افزوده شد. به ایش و نوش پرداخت و هیچ توجهی به مسائل مملکتی نداشت. در دوران حکومت سلطان حسین اوضاع روز به روز بدتر می شد و درباریان به سلطان حسین لقب بسیار خوب داده بودند، چرا که در اکثر موارد درباره موضوعات حکومتی این پاسخ او بود: بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. زمانی که به او هشدار دادند که افغانها در حال شورش هستند، او پاسخ داد: راست است که فتنه افاکنده در کار است، اما ما هم خود به علاوه تدارکات دولتی تدارکات جایی کرده در اندرون علم کرده این که دعای لا اله الا الله بخونند و انشاءالله آش معتبری فراهم میکنین و به کل خلق میکرانین تا از همه دفع بلا شود. او به دلیل مذهبی بودن توسط علمای شیعه مورد حمایت بود و شخصاً تحت تأثیر شخصی به نام محمد باقر مجلسی بود و حتی از او خواست تاج را بر سر او گذارد. سیاست‌های دینی سخت گیرانه او همه مردم را آزار می‌داد و رفته رفته شورش‌ها در نواحی مختلف ایران آغاز شدند. در مدت سلطنت سلطان حسین، پتر کبیر و دولت عثمانی فرستادگانی را به ایران برای بررسی اوضاع فرستادند و آنها نیز خیلی سریع متوجه ضعف سلطان حسین شده و به دولت مرکزی خود خبر دادند. رفته رفته مقدمات حمله به خاک ایران از جانب ازبک‌ها، روس‌ها و ترک‌ها به دلیل ضعف در قدرت مرکزی ایران فراهم شد. ما باید علیه این همه سختگیری قیام کنیم. دیگر فرمانبرداری از حکومت صفویان کافی است. به تمام بلوچ‌ها بگویید زمان نبرد فرا رسیده است. شاه سلطان حسین، وضعیت هیچ خوب نیست. بگو ببینم چه شده است. بلوچ‌ها شورش کردند و اکنون در حال پیشروی به سوی کرمان هستند. دستور شما چیست؟ سریع به گرگین خان بگویید بیاید. چگونه میتوانم خدمتگزار باشم؟ گرگین خان، تو انسان دلیری هستی. به تو دستور میدهم بلوچ‌هایی که شورش کردند را از بین ببری و آسایش را به این سرزمین بازگردانید.
گرگین خان شاهزاده گرجی بود و فرد توانایی در رهبری و دفع مشکلات بود. او به خاندان صفوی وفادار بوده و به امر سلطان حسین با افراد خود به جنگ بلوچ‌ها رفت و خیلی سریع شورشیان را شکست داد. به سرورمان سلطان حسین نامه بنویسید که شورشیان به راحتی سرکوب شدند، اما با اجازه ایشان من در کرمان اقامت خواهم کرد، چرا که ممکن است بلوچ‌ها دوباره شورش کنند و باید سریع سرکوب شوند. گرگین خان فرد دانایی بود و با انجام این کار توانست خیلی سریع شورش دوباره بلوچ‌ها در تاریخ 1703 را سرکوب کند. بلوچ‌ها این بار به قندهار یورش بردند، اما با واکنش سریع گرگین خان این شورش نیز دفع شد. او این بار در قندهار اقامت کرد. گرگین خان به عنوان والی قندهار در آنجا حکومت می کرد، اما نتوانست به گونه‌ای حکومت کند که مردم از او راضی باشند. مردم به دلیل سختگیری‌های او به عنوان حاکم در مدت کوتاهی از او و حکومت مرکزی دلسرد شده بودند. قوانین سخت مذهبی که حکومت شیعه مرکزی برقرار کرده بود و مسیحی بودن سربازان گرجی از دیگر دلایل روی برگرداندن مردم سنی قندهار از حکومت صفویان بود. در مقابل قدرت گرگین خان شخصی به نام میرویس وجود داشت که در میان مردم منطقه از نفوذ بالایی برخوردار بود. گرگین خان، نارضایتی مردم روز به روز دارد افزوده می شود. باید کاری کنیم. منظورت از نارضایتی چیست؟ شخصی به نام میرویس از بزرگان منطقه است که تمایلی به فرمانبرداری از شما و حکومت مرکزی ندارد. مردم روز به روز به او متمایل شده و میخواهند او رهبر آنها باشد. سریع میرویس را دستگیر کنید و به اصفهان نزد سلطان حسین بفرستید. او باید قبل از به قدرت رسیدن سرکوب شود. به دستور گرگین خان، میرویس دستگیر شده و به اصفهان فرستاده شد. این کار موجب خشم بیشتر مردم افاقنه نسبت به گرگین خان شد. بگو ببینم میرویس، چه کرده ای که گرگین خان دستور دستگیری تو را داده است؟ سلطان به سلامت باشند. گناه من تنها مورد قبول مردم بودن است. گرگین خان به دلیل حسادت به من و اینکه می‌ترسید که قدرتش را بگیرم، به من افترای خیانت به مملکت و پادشاهی صفوی را زده است. اما بدانید که من، میرویس، هرگز به شما خیانت نخواهم کرد. بسیار خوب، من به تو باور دارم. شاید گرگین خان اشتباه کرده است. درخواستی از من داری؟ از لطف شما بی‌نهایت سپاسگزارم. من میخواهم به مکه رفته و شخصاً برای سلامتی سلطانمان دعا کنم. اگر اجازه دهید همین امروز راهی میشوم. بسیار خوب. امیدوارم سفرت بی خطر باشد. دستور میدهم نیازهایت را برطرف کنند. ای خلیفه بزرگ، شخصی از بلاد فارس آمده و تقاضای دیدار شما را دارد. بگویید بیاید. سلام علیکم. امیدوارم حال خلیفه مسلمانان خوب باشد. الحمدلله. بگو ببینم، دلیل درخواستت برای دیدار با من چیست؟ همانطور که میدانید، دولت ایران یک حکومت شیعه است و با دستورات سلطان حسین به اهالی سنی مذهب هرات و دیگر افاقنه ها ظلم می شود. من از شما درخواست می کنم یک فتوا دهید تا مردم سنی منطقه از من پیروی کرده و بتوانیم از ظلم حکومت صفوی رها شویم. درخواست بجا و نیکویی داری. چیزی را که می‌خوای میدم. خواسته دیگری داری؟ با انجام این کار تمام مسلمانان افغان متحد می‌شوند. خداوند از شما راضی باشد. میرویس به اصفهان بازگشت و مورد استقبال سلطان حسین قرار گرفت. سپس از جانب سلطان حسین القابی را دریافت کرد که به موجب آن گرگین خان توان کشتن او را نداشت. حال که فتوا را گرفتم، می توانم تمام مردم منطقه را تحت رهبری خود متحد کنم. اما این نیز ممکن است کافی نباشد. باید شخصی را به هند فرستاده و حمایت آنان را نیز جلب کنم. با ساده‌لوحی سلطان حسین، میرویس توانست مردم منطقه را علیه دولت صفوی متحد کند و به علاوه حمایت هندوستان را نیز جلب کند. میرویس در بهار سال 1709 با حمله برقاسا تقریباً تمام افراد گرگین خان و از جمله خود گرگین خان را نیز کشت. به این صورت قندهار اعلام استقلال کرد و عملاً دولت صفوی نفوذی در منطقه قندهار نداشت. دلیل احضار شما به اینجا چاره‌جویی برای پیام افاقنه تحت رهبری میرویس خراین است. من زندگی او را بخشیدم، اما گرگین خان را کشت و تقریبا هیچ یک از سربازان گرجی را زنده نگذاشت.
اکنون از شما میپرسم چه باید کنیم؟ سرورم، تعداد سربازان ما بسیار بیشتر از آنهاست. به راحتی میتوانیم ارتش فرستاده و تمام شورشیان را بکشیم تا همگی قدرت شاه صفوی را ببینند. بسیار خوب. چه کسی مناسب انجام این کار است؟ برنامه شما چیست؟ شخصی به نام کیخسروخان گرجی که برادرزاده گرگین خان است و به دلیل کشته شدن عمویش خشمگین است را در نظر دارم. او از افراد دلیر و تواناست که می توانیم به او اعتماد کنیم و او را با ارتشی بزرگ به قندهار بفرستیم. ما می توانیم در مسیر قندهار به نیشابور، هرات و کرمان نامه بفرستیم و نیرو جذب کنیم. با تعداد نیروهایی که داریم، جمعاً 50,000 نفر را می توانیم قندهار بفرستیم. به نظر شما می توانید موفق شوید؟ البته تعداد شورشیان افاقان نهایت 10,000 نفر است و ما می توانیم به راحتی 50,000 نیرو جمع آوری کنیم. به زودی قندهار دوباره به خاک ایران افزوده می شود. کیخسرو خان، عمویت شخص بزرگی بود. هیکارج زمانی که میرویس خائن را به اینجا فرستاد، او را کشته بودم. اما اکنون میخواهم به تو فرصت انتقام دهم. به تو مقام فرماندهی 50,000 نیرو را میدهم. برو و انتقام گرگین خان را بگیر. سلطانم، مطمئن باشید انتقام این خیانت را میگیرم. اکنون خبر رسید. سلطان حسین فردی را به اسم کیخسروخان گرجی که برادرزاده گرگین خان است با ارتشی 50,000 نفره به سمت قندهار فرستاده است. تعداد و سلاح آنها بسیار بیشتر است. به نظرم بهتر است تسلیم شویم وگرنه همه ما را میکشد. ما راهی جز جنگیدن نداریم. به هر حال اگر تسلیم هم شویم همه ما را میکشند. بنابراین باید بجنگیم. به همه بگو آماده باشند. آنها مانند ما این منطقه را نمیشناسند و اینکه ارتش ایران دیگر اقتدار گذشته را ندارد. به نظرم ارزش امتحان کردن را دارد و ما میتوانیم موفق شویم. چاره‌ای جز موفق شدن نداریم. کیخسروخان به قندهار لشکرکشی کرد، اما در نبردی افغانها موفق به درهم شکستن ارتش صفوی شدند و کیخسرو نیز کشته شد. سلطانم، اکنون خبر رسید که ارتش ایران تار و مار شده است و کیخسرو نیز کشته شده. همه از این موضوع شوکه هستند و به شدت ترسیدند. دستور شما چیست؟ چطور ممکن است؟ این کیخسرو چقدر ضعیف بود که از ارتشی ضعیف شکست خورد و کشته شد. فوراً محمد زمان خان را احضار کنید. سلطانم، چطور میتوانم به شما کمک کنم؟ محمد زمان خان، تو را خیلی وقت است میشناسم و به توانایی تو ایمان برم. حتما شنیده ای ارتش ما از افغانهای شورشی شکست خورد و اکنون از تو میخواهم به خراسان بروی. در نیشاپور و استراباد افرادی به تو ملحق خواهند شد و تو باید میرویس را بکشی و قندهار را به خاک ایران برگردانی. من در خدمتگزاری حاضرم، اما همانطور که میدانید من توان جوانی را ندارم و دیگر نمیتوانم مانند گذشته خدمتگزاری کنم. اما باز هم اگر خواست شما این باشد، من آماده فدا کردن جانم هستم. من به تو اعتماد کامل دارم. برو و در صورتم را انجام بده. محمد زمان خان به خراسان رفت و جنگجویان نیشابور و جنگجویان قاجار استراباد به او پیوستند. محمد زمان خان ارتش بزرگی جمع‌آوری کرد، اما پس از مدت کوتاهی به مرگ طبیعی از دنیا رفت. ارتش صفوی باز هم به حرکت خود ادامه داد، اما با رسیدن خبر مرگ حاکم هرات، آنها نیز از رفتن به هرات پشیمان شدند و به اصفهان بازگشتند. در سال 1715 میلادی میرویس پس از سالها حکومت بر قندهار درگذشت. من میر عبدالله برادر میرویس دلیر که با شجاعت در مقابل صفویان جنگید، سوگند میخورم تا آخرین قطره خونم از قندهار و یارانمان دفاع کنم. اما بهتر است مدتی با صفویان نجنگیم و با آباد کردن قندهار بپردازیم. قربان، به نظر همه شما باید جانشین پدرتان می شدید. چرا که شما لیاقت بیشتری دارید و میر عبدالله توان مقابله با صفویان را ندارد. آیا برنامه‌ای برای به حکومت رسیدن دارید؟ من سوگند خوردم که اصفهان را بگیرم. برای این باید به حکومت برسم. الان به تو دستوراتی میدم که نباید هیچ کس از آن باخبر شود. محمود افغان به این دلیل که میر عبدالله یعنی عمویش با صفویان مماشات میکرد و دلایل دیگر میر عبدالله را به خیانت متهم کرد و او را به قتل رسانید. از این پس او حکمران قندهار شد. اما برگردیم به اصفهان. با مردن محمد زمان خان و کشته شدن حاکم هرات، ارتش صفوی به اصفهان بازگشت،
اما پس از اندک مدتی خبر حمله ازبک ها به اصفهان رسید و ازبک ها شروع به غارت شهرهای خراسان کرده بودند. محمد زمان خان مرد و میرویس نیز پس از سالها جنگ با ما درگذشت. اما هنوز قندهار به خاک ایران باز نگشته است. هنوز این مشکلات حل نشده که ازبک ها به خراسان حمله کردند و شهرها را به راحتی غارت می‌کنند. نمیدانم چرا باید این اتفاقات در دوران حکمرانی من رخ داد. حال من تو را ای صفی قلی خان به فرماندهی ارتش صفوی برمیگزینم. برنامه تو برای بازگرداندن آرامش به ایران چیست؟ سلطانم، ابتدا باید از خطر ازبک ها در ایران بکاهیم. اگر شما موافق باشید با ارتشی که داریم به نبرد ازبک ها رفته و آنها را از خراسان بیرون کنیم. اما از شما میخواهم به جنگجویان قاجار از سرآباد بگویید به ما ملحق شده و در نبرد با ازبک ها به ما یاری دهند. پس از اینکه انشاءالله ازبک ها را شکست دادیم، به قندهار رفته و شورشیان افغان را نیز شکست میدهیم. بسیار خوب. کاری را که میگانی درست است انجام بده. به استراباد برای فرستادن جنگجو اطلاع میدهم. صفی قلی خان به نبرد ازبک ها رفت. نبرد شدیدی در خراسان رخ داد و ارتش ایران دوباره در حال شکست خوردن بود که ناگهان سربازان قاجاری فرار رسیدند و ارتش ایران از شکست قطعی نجات یافت. او پس از شکست دادن ازبک ها باز هم شروع به جذب نیرو کرد و لشکر بزرگی فراهم آورد. دو لشکر افغان و ایران مقابل هم قرار گرفتند. ارتش صفوی با برتری قابل توجه هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تجهیزات می توانست به راحتی افغانها را شکست دهد. اما به دلیل نزاع رخ داده در ارتش ایران و مشکلات شخصی با صفی قلی خان از او حمایت لازم را به عمل نیاوردند و همین امر موجب ایجاد بی‌نظمی در ارتش ایران و شکست مفتضحانه آنان شد. صفی قلی خان نیز در این نبرد کشته شد. پس از این شکست تمام مردم ایران به ناتوانی حکومت برای بازگرداندن قندهار و حفظ تمامیت ارضی ایران ایمان آوردند و به دلیل همین ضعف مردم هرات نیز قیام کرده و اعلام استقلال کردند. دیگر صبر کافی است. مدت هاست در حال فراهم کردن نیازها برای رفتن به اصفهان هستم. باید هر چه سریعتر به اصفهان حمله کنیم و به حکومت صفویان پایان دهیم. زمان آن رسیده که افغانها بر ایران حکومت کنند. اما قربان، ما در مسیر خود باید از کرمان و یزد نیز بگذریم. آیا می توانیم آنها را شکست دهیم؟ برای من مهم نیست میمیرم یا میمانم. باید هر طور شده اصفهان را بگیرم. بالاخره در سال 1719 محمود افغان به سمت کرمان حرکت می کند. منابع تعداد آنان را 11,000 و منابع دیگر تعداد افغانها را بیش از 50,000 برآورد کردند. محمود افغان کرمان را میگیرد و به مدت 9 ماه در آن اقامت دارد، اما تعداد بسیار زیادی انسان بیگناه کشته می شود. در این مدت لطفعلی خان والی شیراز به کرمان لشکرکشی کرده و با شکست دادن ارتش افغانها محمود افغان را به عقب نشینی به قندهار مجبور می کند. در سال 1720 کرمان دوباره تحت حاکمیت صفویان درآمد و رستم محمد شادلو والی کرمان شد. من به عنوان والی کرمان به شما دستور می دهم هر چه سریعتر عملیات تقویت استحکامات کرمان را انجام دهید. ممکن است دوباره محمود افغان به کرمان حمله کند. ما باید آماده مقابله با آنها باشیم. در این مدت 2 نفر می توانستند ایران را نجات دهند. یکی وزیر سلطان حسین به نام فتحعلی خان و دیگری والی شیراز لطفعلی خان که با اتهام خیانت به شاه با دلیلی که مشخص نیست مجازات شدند. فتحعلی خان کور شد و لطفعلی خان نیز در حالی که در حال فراهم کردن تدارکات برای حمله به افغانها بود برکنار شد. به این صورت این 2 شخص که می توانستند برای ایران بسیار مفید باشند با ضعف و ناآگاهی سلطان حسین مجازات و برکنار شدند. این اتفاق باعث شد دیگر افراد با صلاحیت از کمک به صفویان در آینده خودداری کنند. دولت عثمانی با فرستادن شخصی به اصفهان و خبر گرفتن از اوضاع وخیم دولت صفوی دوباره چشم طمع به خاک ایران دوخت. پسر کبیر نیز پس از صلح با سوئد با فراغت خاطر به فکر کشورگشایی و حرکت به سوی ایران افتاد. قربان، سلطان حسین لطفعلی خان را برکنار کرده و علاوه دستور داده وزیر او فتحعلی خان نیز کور شود. این خبر خوبی است. به راستی که سلطان حسین فرد نادانی است که هر کسی که برای ایران مفید است را از بین میبرد. اما این برای ما مفید است. ما باید باز هم به سمت اصفهان حرکت کنیم.
این بار به بلوچ ها و هزاره ها نیز خبر بده نیرو بفرستند. با آنها وعده پول و قدرت بده. به این صورت محمود افغان برای دومین بار به سمت اصفهان لشکرکشی می کند و اولین مقصد او کرمان است که به دلیل تقویت استحکامات توسط رستم محمد شادلو قادر به وارد شدن به کرمان نبود. ما تابستان به اینجا حمله کردیم و فکر کردم مانند قبل سریع می توانیم کرمان را بگیریم و سپس به سمت اصفهان پیشروی کنیم. اما بیش از 7 ماه است که موفق به ورود به کرمان نشده ایم. تاکنون بیش از 1500 نیرو از دست دادم که بسیار برایم سنگین است. فکر نمی کردم اینقدر انجام این کار سخت باشد. قربان، شخصی از ارگ کرمان آمده و درخواست ملاقات با شما را دارد. دستور شما چیست؟ بگویید بیاید. سلام علیکم. من از جانب والی کرمان آمدم. بگو ببینم. امیرت چه درخواستی از ما دارد؟ شما بهتر می دانید که توانایی ورود به کرمان را ندارید و فقط با ماندن در اینجا بر احتمال شکستتان افزوده می شود. رستم محمد خان یک پیشنهاد برای شما دارد. ما حاضر هستیم در مقابل رفتن شما مقدار قابل توجهی پول به شما بدهیم. به نظرم این بهترین راه حل برای شماست. برو به امیرت بگو اگر پولی که میفرستد زیاد باشد من نیز کرمان را رها میکنم. اما باید هر چیز سریعتر پول را بیاورد. قربان، با دریافت پول به قندهار باز میگردیم؟ دیوانه شده ای؟ من تا اصفهان را نگیرم تسلیم نمیشوم. وقتی پول را آوردند به یزد میرویم و آنجا را میگیریم. بعد از تصرف یزد مقداری استراحت میکنیم و سپس به سمت اصفهان حرکت میکنیم. قربان، محمود با دریافت پول موافقت کرده است. اگر شما نیز موافق باشید میتوانید با پرداخت پول از شر آنان خلاص شویم. بسیار خوب. هر چه میخواهد بده تا بروند. قربان، بهتر نیست وقتی رفتن از پشت سر با آنان حمله کنیم و آنان را از بین ببریم؟ ما 9 ماه محاصره بودیم. اما سلطان حسین حتی یک سرباز برای نجات ما نفرستاد. اگر افغانها وارد کرمان می شدند، همه ما را قتل عام می کردند. سلطان حسین ارزش جانفدایی ندارد. بگذار با خرافات خود آخرین روزهای حکومتش را سپری کند. محمود افغان با خوشحالی پولش را گرفت و به سمت یزد حرکت کرد. شهر یزد را محاصره کرد اما توان ورود به شهر را نداشت و از ترس اینکه مبادا دوباره سرباز زیادی از دست دهد، یزد را رها کرد و به سمت اصفهان حرکت کرد. سلطانم، محمود افغان در حال حرکت به سمت اصفهان است. چه میگویی؟ مگر کرمان و یزد را تصرف کرده که به اینجا میآید؟ خیر، رستم محمد والی کرمان به او پول داد و محمود به یزد لشکرکشی کرد. در یزد نیز چون توان ورود به شهر را نداشت، از آن نیز گذر کرد و اکنون در حال حرکت به سمت اصفهان است. من فکر میکردم در کرمان و نهایت یزد او را شکستند. حال باید چه کنیم؟ فوراً به فرماندهان اطلاع بده بیایند. محمد قلی خان، تو فرد لایقی هستی و یکی از فرماندهان بزرگ ایرانی. بگو ببینم چاره کار چیست؟ سلطانم، از لطف شما ممنونم. به نظر من بهتر است اجازه دهیم وارد شهر شوند و شهر را سنگربندی کنیم. اینطور می توانیم با کمترین تلفات بیشترین ضربه را به نیروهای افغان بزنیم. بسیار خوب. سید عبدالله، نظر تو چیست؟ سلطانم، ما نباید هرگز اجازه دهیم افغانها وارد شهر شود. این کار بسیار خطرناک است. این باعث می شود دیگران فکر کنند ما ضعیف هستیم و همچنین باعث تضعیف روحیه سربازان ما می شود. به نظرم ما بیرون از شهر لشکرکشی کنیم. آدم شخصا فرماندهی است سوار نظام عرب را بر عهده می گیرم. مطمئن باشید همه آنها را شکست می دهیم. بسیار خوب. به نظر من باید نبرد بیرون از شهر باشد. اما برای نیرو کنین. نیرو کم ندارین؟ ما می توانیم با وعده بخشش مالیات به روستاهای اطراف نامه بفرستیم و نیرو جذب کنیم. این گونه نیروی قابل توجهی به ارتش ما افزوده می شود. اما یک کار دیگر باید انجام شود. دستور می دهم آبگوشتی بپزند که روی آن ورد خوانده شده است. این آبگوشت باعث می شود هم سربازان نیرو بگیرند و هم اینکه افغانها آنان را ببینند. این کار انجام شد و افرادی که تجربه نبرد نداشتند و آموزش کافی ندیده بودند به ارتش صفوی اضافه شدند. اما دولت ورشکست صفوی توانایی فراهم کردن سلاح برای همه آنان را نداشت. به علاوه با اینکه باور کردنش سخت است، به دستور سلطان حسین آبگوشتی پخته شد و به سربازان دادند تا سربازان محمود افغان نتوانند آنان را ببینند. محمد قلی خان بیش از 30,000 سرباز و چندین توپ در اختیار داشت. سید عبدالله نیز با 12,000 سوار عرب او را همراهی کرد.
گفته می شود سربازان ایران بیش از 42,000 نفر در مقابل حدود 10,000 افغان بودند. سید عبدالله در سمت راست، محمد قلی خان با توپ و پیاده نظام در مرکز و سوار نظام لر در سمت چپ سفارایی کردند. سید عبدالله حمله را آغاز کرد. او به جناح چپ افغانها حمله کرد و با دور زدن آنان ضربه سختی به افغانان زد. در سمت چپ سوار نظام لر به جناح راست ارتش افغانستان حمله کردند و افغانها عقب نشینی کردند. سوار نظام لر فکر می‌کردند باید آنها را تعقیب کرده تا از بین ببرند. غافل از اینکه این نقشه بود و آنان توسط توپ‌های کوچک افغانها که روی شتر بود قتل عام شدند. محمود افغان نیز با حمله برخاسا به مرکز ارتش ایران حمله کرد و اکثر توپچی‌ها را از بین برد. ارتش ایران در حال از بین رفتن بود، اما محمد قلی خان هیچ واکنشی از ابتدا تا انتها نشان نداد و تنها نظاره‌گر بود. محمود افغان سریع به یاری جناح چپ ارتش خود رفت و سربازان عرب را نیز از بین برد و سید عبدالله به سمت اصفهان عقب نشینی کرد. به این صورت ارتش ایران به شدت شکست خورد و میتوان گفت عامل اصلی آن بی‌تفاوتی محمد قلی خان بود. چطور می شود؟ من به شما آبگوشت مخصوص دادم. این همه سرباز داشتید. چگونه شکست خوردید؟ ما در حال پیروزی بودیم، اما محمد قلی خان با اینکه 30,000 سرباز در اختیار داشت هیچ واکنشی نشان نداد. یکی از دلایل اصلی شکست ما محمد قلی خان بود. محمد قلی خان چرا کاری نکردی؟ تو را چرا فرستادم که تنها نظاره‌گر باشید؟ سرورم، من میخواستم نیرو ارسال کنم که ناگهان محمود افغان برقاسا به توپهای ما حمله کرد. من غافلگیر شدم و نمیدانستم چه کار کنم. از شما خواهش میکنم مرا ببخشید و فرصت دوباره بدهید. بسیار خوب. اکنون چه میتوان کرد؟ اکنون محمود در حال پیشروی است و دارد اصفهان را محاصره می‌کند. بهتر است دروازه ها را ببندین و در تمام ورودی ها سربازان زیادی قرار دهین. از این پس عبدالله مشعشعی فرمانده کل قواست. این حکم من است و باید اجرا شود. سلطانم، بهتر از شما از اصفهان خارج شوید. اگر اصفهان سقوط کند، شما می‌توانید دیگر شهرها و روستاها را متحد کرده و اصفهان را بازپس گیرید. من هیچگاه از اصفهان خارج نمی‌شوم. دیگر این موضوع را از کسی نشنوم. به این صورت تصمیمات لازم در دستگاه از هم پاشیده صفوی گرفته شد، اما مردم اصفهان به دلیل ضعف مدیریتی در سختی بسیار بودند و با محاصره شهر رفته رفته قحطی شروع می شد. سلطان حسین به گرجستان، خراسان و لرستان نامه فرستاد و درخواست نیرو کرد. شاه گرجستان به دلیل ضعیف بودن سلطان حسین و همچنین به تحریک روسیه از فرستادن نیرو به اصفهان خودداری کرد. سرورم، از جانب نیروهای داخل اصفهان خبر رسیده. چه خبری آوردی؟ اوضاع حکومت صفوی وخیم است و از داخل در حال از هم پاشیدگی هستند. تعداد قابل توجهی از نیروها مخالف سلطان حسین ضعیف هستند و می‌خواهند شما شاه آنان باشید. به علاوه آذوقه آنان در حال اتمام است. به این صورت پیش رود شاید نیازی به جنگیدن نیز نباشد و ما بتوانیم وارد اصفهان شویم. من خود نیز از این پیشروی ها متعجب هستم. واقعا که دولت صفوی ناکارآمد است و باید از بین برود. مخصوصاً شاهی مانند سلطان حسین. سرورم، این خبر دیگر نیز است. ارتش محمد قلی خان به دلیل اینکه سریع عقب نشینی کرد، تعداد قابل توجهی توپ را در خارج از اصفهان در محل نبرد در زمین پنهان کرده است. ما مکان آن را می‌دانیم. دستور شما چیست؟ چه ایستاده‌ای؟ سریع نیروهایی برای آوردن آن توپ‌ها بفرست. من به سلاح قوی نیاز دارم. قربان، خبر رسیده افغان‌ها مکان پنهان کردن توپ‌ها را پیدا کردند و در حال انتقال آن توپ‌ها هستند. دستور شما چیست؟ فوراً نیروی ضربت را بفرست و آن توپ‌ها را از آنان پس بگیر. اگر آن توپ‌ها در اختیار افغان‌ها باشد، ضربات سختی را به ما می‌زنند. یکی دیگر از مشکلات اصفهان وجود نیروهای خائن بود که از تصمیمات و احوالات بزرگان به محمود گزارش می‌فرستاد. طبق گزارش سربازان افغان توپ‌ها را پیدا کردند، اما با حمله برخاستای نیروهای صفوی این توپ‌ها از آنان بازپس گرفته شد و به اصفهان منتقل شد. محمود افغان از خشم ناشی از به دست نیاوردن توپ‌ها دستور حمله به اصفهان را می‌دهد که حمله آنان توسط توپ‌های ارتش ایران دفع می‌شود. اوضاع رو به وخامت گذاشت و بزرگان به این نتیجه رسیدند که باید جانشین تعیین شود. بنابر کتاب نادرشاه افشار نوشته صادق رضازاده شفق،
فرزند سلطان حسین در شجاعت نمونه نداشت، به گونه‌ای که خود را پنهان کرد تا مبادا به عنوان ولیعهد خوانده شده و مجبور به نبرد با افغانها شود. پس از او فرزند دوم صفی میرزا به عنوان ولیعهد انتخاب شد و او نیز پس از 3 روز به سلطان حسین ناتوانی خود را اعلام کرد و در نهایت فرزند سوم که 18 سال سن داشت به عنوان ولیعهد انتخاب شد. نام او طهماسب میرزا بود. طهماسب میرزا همراه با 200 تن از اهالی تبریز به قزوین رفت، اما به جای برنامه ریزی برای نجات اصفهان مدتی به خوشگذرانی پرداخت. سرورم، یک نفر از جانب محمود افغان آمده است. به او اجازه ورود می دهید؟ بگویید بیاید. ببینم چه می‌خواهد. سرورمان سلطان محمود افغان برای برقراری صلح این شرایط را در نظر گرفتند. ازدواج با یکی از دختران سلطان حسین، پرداخت مبلغ هنگفت از جانب سلطان حسین برای رفع خسارات ناشی از جنگ به افغانها، همچنین واگذار کردن ولایت‌های خراسان، قندهار و کرمان به محمود افغان. اگر این شرایط را بپذیرید ما به محاصره پایان می‌دهیم. برو به سرورت بگو من با اینکه آنچنان عادتی ندارم اما هنوز هم شاه ایرانم و این شرایط را نمی‌پذیرم. هیچگاه از من این چیزها را نخواهد. سرورم، خبر آمده که نگهبانان دروازه شرقی اصفهان از فرط نوشیدن شراب به خواب رفتند و عملاً کسی از آن ورودی محافظت نمی کند. سریعاً دستور حمله را بده. نباید این فرصت را از دست دهیم. افغانها سریعاً حمله کردند و وارد شهر اصفهان شدند. آنان هر که را که می‌دیدند اسیر می‌کردند و یا به قتل می‌رساندند. ارتش صفوی به دیوارهای درونی شهر عقب نشینی کردند. گفته می‌شود طهماسب میرزا پس از مدتی سربازانی از مناطق مختلف همچون خراسان، طبرستان و آذربایجان گردآوری کرد. اما برای نجات اصفهان کار از کار گذشته بود. جنگجویان لر اصفهان رفتند اما آنان نیز نتوانستند افغانها را شکستند. پس از مدتی ملک محمود سیستانی با نیروهایش برای رهایی دادن اصفهان از راه رسید، اما محمود افغان فرستاده‌ای به سوی او فرستاد و با او وارد مذاکره شد. جناب ملک محمود، همانطور که بر کسی پوشیده نیست، دودمان صفوی دیگر قدرت و شکوه سابق خود را ندارد و محمود افغان پیروز قطعی نبرد است. همگی از ضعف و ظلم سلطان حسین صفوی به اندازه کافی خسته شده ایم. چرا شما در سمت درست تاریخ نمی ایستید و محمود افغان را یاری نمی دهید؟ در صورت پیروزی محمود افغان چه چیزی عاید من می شود؟ محمود افغان در صورتی که شما او را یاری دهید وعده حکمرانی بر خراسان را داده است. شما می دانید خراسان بخش بزرگی از ایران را تشکیل می دهد و از ایالت‌های مهم ایران است. بهتر است به جای یاری دادن به سلطان ناچیزی مانند حسین صفوی به شاه آینده این سرزمین یعنی محمود افغان یاری دهید. احترامات مرا به محمود افغان برسان و بگو او را در مسیر پیروزی و از بین بردن دودمان صفوی یاری خواهم داد. زمان گذشت و با شکست نیروهای ایران و از راه نرسیدن نیروی کمکی در سال 1723 سلطان حسین صفوی شخصاً به حضور محمود افغان رفت و تاج شاهی را بر سر او نهاد.